ابتدا آدم و حوا هر دو در بهشت زندگی می کردند. حوا و آدم در باغ‌های سرسبز قدم می زدند. از میوه‌های شیرین می خوردند و کنار نهرهای زلال می نشستند. هیچ غم و اندوهی نداشتند. خداوند تنها یک دستور داد: به آن درخت نزدیک نشوید. آن درخت آزمایشی برای آدم و حوا بود. اما شیطان که دشمن دیرینه بود، آرام آرام نزدیک شد. او می‌خواست میان این دو انسان پاک و پر از امید وسوسه بیندازد. شیطان که دشمن آدم بود، با حسد به او نگاه می‌کرد. او گفت: چرا باید آدم در بهشت باشد؟ من باید او را فریب بدهم. پس به شکل نجوا نزد آدم و حوا رفت. گفت: اگر از این درخت بخورید، جاویدان می‌شوید. آدم و حوا اول متردد بودند، اما شیطان سوگند خورد و گفت: من خیرخواه شما هستم. فریب خوردند. نزدیک شدند، میوه را چیدند و خوردند. صدای خدا آمد: آیا از آن درخت نخوردید؟ هر دو گریه کردند و گفتند: پروردگارا، ما به خود ظلم کردیم. خداوند آنان را بخشید، اما گفت: حالا باید به زمین بروید و زندگی کنید. وقتی آدم و حوا از بهشت بیرون شدند، روی زمین فرود آمدند. زمین پر از سختی بود. نه باغ‌های آماده‌ای بود، نه نهرهای روان. آدم و حوا باید کار می‌کردند. زمین را بیل می‌زدند، دانه می‌کاشتند و غذا پیدا می‌کردند. گرسنگی، خستگی و رنج را تجربه کردند. اما در دلشان ایمان بود که خدا آنان را رها نمی‌کند. خداوند به آدم گفت: تو پیامبر هستی و باید راه درست را به فرزندان خود یاد بدهی. این آغاز زندگی انسان در زمین بود. انسان‌ها باید با تلاش و صبر زندگی خود را بسازند. خداوند به آدم و حوا فرزندانی داد. اولین فرزندان آنان هابیل و قابیل بودند. این دو برادر با هم رشد کردند. هابیل آرام، مؤمن و مهربان بود. او چوپان شد و گوسفند نگهداری می‌کرد. قابیل اما زراعت می‌کرد. از همان کودکی تفاوت میانشان پیدا بود. هابیل به خدا ایمان داشت و صبور بود. قابیل حسود و خشن بود. آدم تلاش می‌کرد هر دو را راهنمایی کند، اما حسادت در دل قابیل بزرگتر می‌شد. روزی خداوند به آدم وحی کرد که به پسرانت بگو قربانی بیاورند تا ایمانشان آزمایش شود. هابیل گوسفند سالم و بهترینش را انتخاب کرد. قابیل اما از محصولات زراعتی دانه‌های بی‌ارزش و ضعیف آورد. قربانی‌ها گذاشته شدند. آتش آسمانی آمد و قربانی هابیل را سوخت، یعنی پذیرفته شد. اما قربانی قابیل باقی ماند. او فهمید قربانیش قبول نشد. در دلش خشم و حسد شعله کشید. گفت: تو را می‌کشم. هابیل با آرامش گفت: اگر تو دست به من دراز کنی، من چنین نمی‌کنم. من از خدا می‌ترسم. حسد قابیل کورش کرد. او منتظر فرصتی شد. روزی هابیل تنها به چراگاه رفته بود. قابیل به دنبال او رفت. کلمات خشمگینانه گفت و ناگهان با سنگ برادرش را زد. هابیل نقش زمین شد. قابیل برای نخستین بار دید که برادرش جان داد. دلش لرزید، اما کارش را کرده بود. او نمی‌دانست با بدن برادر چه کند. سرگردان ماند. خداوند کلاغی فرستاد که زمینی را با منقار و پاهایش کند و چیزی را پنهان کرد. هابیل فهمید که باید برادرش را خاک کند. پس بدن هابیل را به خاک سپرد. این نخستین قتل در زمین بود. وقتی خبر قتل هابیل به آدم و حوا رسید، دلشان شکست. گریه کردند و روزها اندوهگین بودند. آدم گفت:
این زمین جای امتحان است. شیطان می‌خواهد فرزندان مرا گمراه کند. حوا با اشک گفت: چرا فرزندم برادرش را کشت؟ اما آنان می‌دانستند که این سرنوشت امتحان انسان هاست. آدم فرزندان دیگر را نصیحت کرد که از حسادت و خشم دوری کنید، زیرا این دو انسان را به نابودی میبرند. حضرت آدم قابیل را لعنت کرد. قابیل که شرم و ترس قلبش را فشار میداد، از خانه فرار کرد. پاهایش بی اختیار او را به کوه‌ها و دشت‌های بی پایان برد. هر صدایی در گوشش مثل فریاد هابیل بود: برادرم، چرا؟ شبها تنها می‌خوابید و کابوس می‌دید. در خواب خون از زمین می‌جوشید و دستانش را می‌گرفت. سالها گذشت. قابیل به سرزمینی دور رسید. در آنجا خیمه زد و بعدها فرزندانش به دنیا آمدند. او برای آنها شهری ساخت. شهری که در آن مردم موسیقی، ابزار و صنعت را آموختند. اما دلهایشان مثل دل قابیل از یاد خدا خالی بود. قابیل هر بار که می‌خندید، در ته دلش صدای گریه هابیل را می‌شنید. روزی هنگام غروب روی تپه‌ای نشست و به خورشید خیره شد. زمزمه کرد: من نخستین کسی بودم که خون بیگناهی را ریختم و تا آخرین روز دنیا گناه همه قاتلان بر دوش من خواهد بود. سایه‌های شب او را در آغوش گرفتند و به تنهایی جان داد. آدم تنها پدر انسانها نبود. او پیامبر بود. خداوند به او علم داد، نامها و دانشها را یاد داد. آدم به فرزندانش می‌آموخت که چگونه کشت کنند، شکار کنند و با هم زندگی کنند. او می‌گفت: خداوند یکتا را بپرستید و از بت‌ها دوری کنید. او نخستین معلم بود. همه نسل انسان‌ها شاگرد او بودند. زندگی ساده‌ای داشتند، اما دلشان با ایمان پر بود. سالها گذشت. آدم پیر شد. مویش سپید و بدنش ناتوان شد. اما دلش همیشه با خدا بود. فرزندان و نوه‌هایش گرد آمدند. آدم گفت: خدا را یکتا بپرستید و شیطان را دشمن بدانید. او چشمانش را بست و روحش به سوی خدا رفت. فرزندانش گریه کردند و او را به خاک سپردند. این نخستین وفات بزرگ در میان انسانها بود، اما یاد و راه او در نسل‌های بعد باقی ماند. همه انسانها فرزندان او هستند و او پدر بشریت است.